قرار مؤسسه دولتی دوشنبه نقلیات خدمت رسان از 2 نوامبر حق راهرو در شبکه خطسیرهای شهر دوشنبه برای یک مسافر به طور غیر نقدی توسط اتوبوس ها 1 سومانی و 80 درم و طریق کارت های یک سفره 2 سومانی و 50 درم، ترالیبوس ها به طور غیر نقدی 1 سومانی و 50 درم و به طریق کارت های یک سفره 2 سومانی، میکرواتوبوس ها 2 سومانی و 50 درم و برای انتقال یک مسافر کیلومتر توسط واسطه های نقلیات کرایه‌کش تاکسی 3 سومانی مقرر کرده می شود. به این ترتیب نرخ راهرو در نقلیات جمعیتی پایتخت تاجیکستان کمش 50% بالا برده می شود. شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر داد که این تصمیم از جانب دوشنبه نقلیات خدمت رسان همچون ساختار وکالتدار ساحه در اساس خلاصه شعبه دوشنبگی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از 6 اکتبر و مراجعت کارخانه های کمونالی نقلیاتی و شرکت و جمعیت های مسافرکشانی گرفته شده است. در اطلاعیه مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمت رسان مقصد از بلند نمودن تعریف های حمل و نقل مسافران در خطسیرهای شهر دوشنبه پوره قانع گردانیدن احتیاجات اهالی با خدمت رسانی نقلیات، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی به مسافران و در این زمینه معتدل گردانیدن وضع مالیوی کارخانه و شرکت های نقلیاتی نام برده شده است. این کارخانه گفته است که بار آخر راهرو در نقلیات جمعیتی دوشنبه سال 2011 تغییر یافته. در اتوبوس ها برای یک مسافر 1 سومانی و 20 درم، ترالیبوس ها 70 درم و میکرواتوبوس ها 1 سومانی و 60 درم مقرر گردیده دوام 10 سال دیگر به تغییر ماند. تنها راهروی ترالیبوس یک مرتبه از 70 درم به 1 سومانی بالا برده شد. این در حالی است که به گفته کارخانه دوشنبه نقلیات خدمت رسان در این 10 سال نرخ سوزشواری و روغن‌های مالیدنی و قسم‌های احتیاطی واسطه نقلیات بیش از 2 مرتبه، نرخ قوه برق 300% بالا رفته. نرخ واسطه‌های نقلیات اینچنین انداز و معاش کارمندان ساحه نقلیات به مراتب بالا رفته است. کارخانه و شرکت‌های مسافربری نقلیاتی خراجات خود را روی پوش کردن نمی‌توانند و این باعث قرضداری آنها گردیده ایستاده است. گفته می شود در اطلاع کارخانه دوشنبه نقلیات خدمت رسان افزوده است که مبلغ گذاری از حساب بودجه شهر برای معتدل نگاه داشتن وضع مالیویشان بسنده نبوده، ضرورت تغییر دادن نرخنامه راهرو به میان آمده است.